سلام. اینجا اولین قسمت از سریال یوتیوبی صدای کوچه است. با هم قراره بشینیم در مورد موسیقی حرف بزنیم که خیلی جاها بی تفاوت از کنارش رد شدیم. بدون اینکه بدونیم این موسیقی چقدر واقعی، چقدر مردمی و چقدر نزدیکه. ما الان داریم تو دورانی زندگی میکنیم که باز صدای جنگ بلند شده. اما تنها چیزی که در طول تاریخ تونسته از جنگ ها و از تاریکی ها عبور کنه همین موسیقی بوده. موسیقی کوچه بازی. موسیقی که نه تو استودیوهای آنچنانی بلکه تو دل خیابونا متولد شد. موسیقی که واقعی بود، مردمی بود و خیلی نزدیک بود به دل مردم. صدای این موسیقی رو میشد تو گوشه کنار شهر شنید. از کاست‌های قدیمی، از بلندگوی مغازه ها و خیلی جاهای دیگه که مردم اونجا حضور داشتن. بذارید شما رو ببرم به یه تصویر قدیمی. سال 1340 تهران، ظهر تابستون. یه صدایی داره میاد. ویگن. این موسیقی بود که نه فقط با گوش بلکه با دل و خاطره و زندگی میشد اونو شنید و احساسش. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اصلا موسیقی کوچه بازاری یعنی چی؟ اصولا این اصطلاحی بود که برای تحقیر این سبک از موسیقی به کار گرفته میشد. مثلا میگفتم فلانی داره کوچه بازاری میخونه. اما واقعیتش این بود که این موسیقی یه صدای مردم بود. این موسیقی تو کوچه های ایران، تو عروسی‌های پایین شهر یا عروسی‌های ساده که خیلی تجملاتی نبود، تو دل کافه‌های شهر شنیده میشد. صدایی که شنیدید صدای مرتضی بود، طوفان. اما اسمایی که باید بشناسیم: نعمت الله آقاسی یا همون آقاسی خودمون، صدایی از دل جنوب. همون صدایی بود از دل جنوب تو کوچه پس کوچه های تهران و شهرهای دیگه ایران. همون صدایی که هر کی دلش میگرفت با شنیدن این صدا میتونست دوباره دل شادی داشته باشه. نفر بعدی که میخوایم بریم سراغش عباس قادریه، با همون صدای زیبا و لحن خاصش. میدونی میخوام دل از تو برگیرم. همین یه تیکه موسیقی که الان شنیدید یه نسل باهاش زندگی کردن. نفر بعدی لیستمون جواد یساریه، صدایی که برای خودش یه زمانی سلطان بود. همین الان هم خیلی صداشو دوست دارن و ماندگار شده در تاریخ موسیقی ایران. تو دل عروسی‌های شهر، تو پیکان، تاکسیا صداش شنیده میشه و یه نسل تونستن باهاش خاطره سازی. حالا یه سوال: چی شد که این موسیقی محبوب شد؟ چی شد که این موسیقی ماندگار شد؟ چی شد که مردم با این موسیقی رقصیدن؟ چی شد مردم با این موسیقی زندگی کردن؟ چی شد مردم با این موسیقی ها گریه کردن، خندیدن، روزاشون رو سپری کردن؟ جوابش تو اینه که این موسیقی خاکی بود، این موسیقی واقعی بود، این موسیقی از درد مردم میگفت، این موسیقی از فقر میگفت، این موسیقی از عشق میگفت، این موسیقی از عشق یک طرفه میگفت و از خیلی چیزای دیگه میگفت که تو دل مردم جای گرفت. اما بعداً چی شد؟ کم کم این موسیقی محو شد. جاش دیگه تو تلویزیون، تو رادیو نبود. بهش میگفتن مبتذل. اما این موسیقی جاشو از دست نداد. هنوزم که هنوزه تو پس کوچه های سال 1404 هنوزم این صدا داره شنیده میشه. اما قراره تو صدای کوچه ها چی بشنویم؟ ما هر هفته قراره بریم سراغ یکی از این صداها. در مورد زندگیش بگیم، در مورد ترانه‌هاش، در مورد اینکه از کجا به کجا رسیدن. هفته بعد نوبت نعمت الله آقاسیه، صدایی از دل جنوب. من سهیل اسلامیان هستم. اینجا صدای کوچه هست. اگه تو هم دلت تنگ موسیقی گذاشته شده با ما بمان. هفته بعد همینجا منتظرتیم.